به نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزاست. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها، بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. و با هزاران درود و هزاران سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو سپاسگزاریم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا بار دیگر در خدمت شما باشیم با برنامه بانوان عصر پیامبر. که دیگر از قسمت‌های این برنامه در ادامه موضوع قسمت‌های گذشته درباره مادرمان خدیجه رضی الله عنها سخن خواهیم گفت. در دو برنامه گذشته اگر همراه بوده باشید با ما، درباره روایت‌هایی که در فضیلت مادرمان نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده و درباره مختصری از زندگی ایشون سخن گفتیم. شروع کردیم از جوی که خدیجه کبرا رضی الله عنها در اون بزرگ شده بود در مکه مکرمه، از اینکه ایشون در مسیر زندگی قبل از ازدواج با رسول صلی الله علیه و سلم چه مشکلات و سختی هایی رو سپری کرد و خلاصه ای رو تا لحظه وفات و بعد از وفات ایشون در خانه رسول صلی الله علیه و سلم با هم مرور کردیم. گرچه ما در ظاهر اشاره کردیم به اتفاقات مهم زندگی ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، اما حقیقت امر اینه که ما هیچ چیزی رو هنوز نتونستیم از زندگی اون حضرت بیان بکنیم. اگر بخوایم به یک دید دیگه نگاه بکنیم به زندگی ایشون، به دید درس گرفتن، به دید استفاده از صفات و ویژگی هایی که ایشون داشتن، بانوی بزرگوار اسلام، اولین همسر رسول صلی الله علیه و سلم، اولین ایمان آورنده به رسالت ایشون، اولین کسی که پشت سر ایشون نماز خواند، اولین کسی که الله متعال از طریق جبرئیل علیه السلام به ایشون سلام فرستاد، اولین کسی که آیات کلام الله مجید رو شنید از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مادر 6 فرزند از فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم، یار و یاور همیشگی حضرت صلی الله علیه و سلم در طول حیات صحبت بکنیم و از صفات ایشون، صفاتی که بیشتر برای ما واقعا جا داره تا متأثر بشیم به اونها، تا خودمون رو رنگ بدیم و شکل بدیم مثل اونها صحبت بکنیم. یکی از مهمترین صفات و ویژگی هایی که مادرمان خدیجه رضی الله عنها به اون مزین بود و واقعا درس برای نه تنها بانوان جامعه ما بلکه برای مردان جامعه ما که رنگ بپذیرن و درس بگیرن از این صفت صبر و استقامت و پایداری است. مادرمان خدیجه رضی الله عنها در صبر، در استقامت و در پایداری واقعا در طول تاریخ اسلامی بی‌نظیرند. نمونه دیگری رو اگه بخوایم پیدا بکنیم کمتر میتونیم چون این نمونه رو پیدا بکنیم که انواع و اقسام مشقت‌ها و سختی‌ها رو در مسیر زندگی خودشون تحمل کردن. از همون ابتدا در قبل از آشنایی با رسول صلی الله علیه و سلم در کاروان تجاری، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها همونجوری که اشاره کردیم 2 بار ازدواج کرده بودن. ازدواج اول که از اون ازدواج پسری به اسم هند داشتن، با وفات پدر هند به اتمام رسید. اولین آزمایش، اولین سختی سر راه خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها وفات همسر اول در سن کمتر از 25 سالگی بود. علاوه بر این که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها دوست داشتن، همسرشون رو دوست داشتن
و زندگی خوبی داشتن با اون همسر، به هر حال همسر از دنیا رفت. اولین مصیبت، اولین سختی که واقعا چشمگیر بود در زندگی ام المؤمنین برای ایشون قبل از سن 25 اتفاق افتاد. علاوه بر این ایشون بعد از اون دوباره ازدواج کردن با عتیق بن عابد و در این زندگی هم باز به این نتیجه رسیدن که عتیق شخصی نیست که بشه باش زندگی کرد و نمیتونن باش زندگی بکنن. شخصیت مورد پسندی نیست برای ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها. از این رو زندگی دوم هم به طلاق رسید، طلاق گرفتن از عتیق. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در سن 25 سالگی 2 تا ازدواج رو تجربه کردن که یکی با وفات همسر با نتیجه تلخی همراه بود و دومی هم با طلاق گرفتن از همسر، هم وفات همسر هم طلاق از همسر دوم. اینها خب برای بسیاری از عزیزان شاید این اتفاق افتاده باشه در طول زندگی که همسر رو از دست داده باشن یا بنا به دلایلی مجبور شدن تا طلاق بگیرن از همسر خودشون یا طلاق بدن همسر خودشون رو و طبیعتاً همچین صحنه‌هایی، همچین اتفاقاتی در طول زندگی انسان فراموش شدنی نیست. به سختی میشه اینها رو فراموش کرد. برای ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در کمتر از چند سال، در سن پایینتر از 25، 2 بار این اتفاق تکرار میشه. یعنی 2 تجربه تلخ در زندگی مشترک و وفات همسر اول، طلاق از همسر دوم. این ازدواج بعد از این که به طلاق انجامید، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در سن 25 سالگی همینطور منتظر در خانه و خواستگارهای بسیار زیادی هم به خواستگاری ایشون اومدن اما جواب ندادن، تا اینکه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در سن 40 سالگی با رسول الله صلی الله علیه و سلم که 15 سال از ایشون بزرگتر بودن ازدواج کردن و ازدواج سوم ایشون صورت گرفت. حال اجازه بدید یک پرانتزی رو در این وسط باز بکنیم قبل از اینکه به بحث نمونه های دیگری از صبر و استقامت ام المؤمنین در زندگی با رسول صلی الله علیه و سلم بپردازیم که خود ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها و تفاوت سنی هم حکمت هایی داشت از طرف الله متعال که مهمترین اینها میتونیم اشاره بکنیم به این که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در سن 25 سالگی وقتی از همسر خودشون طلاق گرفتن، اون علاقه به یک زندگی مشترک، علاقه به یک زندگی موفق در سن 25 سالگی همچنان در ذهن و قلب ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها باقی بود. از طرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 6 سالگی مادر رو از دست داده بودن و تا اون سن یعنی 25 سالگی 19 سال بعد از اون ماجرا هم سایه مادر رو نداشتن بر سر و این محبت مادری علاوه بر این که رسول صلی الله علیه و سلم خواهر و برادری هم نداشتن، محبت مادری رو تجربه نکرده بودن اونگونه‌ای که شایسته است و این حس فرزندی نسبت به مادر اونقدر ارضا نشده بود و میطلبید که علاوه بر این که همسر آینده نقش همسری داره، اون بعد حس مادری پررنگتر باشه در اون. از این جهت ازدواج با ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها که 40 سال داشتن، علاوه بر این که همسری موفق برای رسول صلی الله علیه و سلم بود، عاطفه مادری نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم هم داشت به خاطر تفاوت سنی که داشتن و اون بعد تکمیل نشده وجود رسول صلی الله علیه و سلم در بحث عطوفت مادری در ازدواج با خدیجه رضی الله عنها قبل از نبوت، 15 سال قبل از نبوت تکمیل میشد. از طرف دیگه از اون طرف خدیجه رضی الله عنها در سن 25 سالگی وقتی طلاق گرفتن، آرزوی یک زندگی مشترک با یک همسر موفق در دوران جوانی در سن 25 سالگی برای ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها 15 سال بود که باقی بود و این با ازدواج با رسول صلی الله علیه و سلم که در عین همون سنی بود که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها طلاق گرفته بود، یعنی همون 25 سالگی محقق شد. و از طرف دیگه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها تونستن این زندگی مشترکی رو که در سن 25 سالگی به طلاق کشیده بود، دوباره با یک نمونه موفق‌تر، با یک نمونه بسیار عالی تجربه بکنن در سن 40 سالگی. به هر حال
زندگی مشترک ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها با رسول صلی الله علیه و سلم حاصلش 6 فرزند بود قبل از بعثت رسول صلی الله علیه و سلم در 15 سال اول زندگی. 2 پسر عبدالله، قبل از اون قاسم، و 4 دختر زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهم اجمعین. حال یک نکته دیگه که باز جای تأنی داره و جای واقعا بررسی داره و جای توقف داره، بحث موضع گیری ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در مصیبت‌های دیگری که در بین فرزندان اتفاق افتاد. از یک طرف 2 پسر عبدالله و قبل از اون قاسم از دنیا رفتن، در کودکی در ایام خردسالی از دنیا رفتن. 4 دختر فقط باقی مونده بود. قبل از رسالت رسول صلی الله علیه و سلم بانویی که 2 بار زندگی مشترکش با نتیجه تلخی همراه بوده، در زندگی سومش 2 تا فرزند خودش رو هم از دست میده، 2 پسر خودش رو در جامعه ای از دست میده که در اون جامعه دختر داشتن اصلا عیب بود، بلکه دخترها رو زنده به گور میکردن. دخترهای خودشون رو وقتی که به تعبیر قرآن کریم اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وقتی که به یکی از اونها بشارت داده میشد که همسر شما زایمان کرد و دختری به دنیا آورد، فرار میکرد از قوم، متواری میشد از اون شومی و از اون نحوست خبر بدی که شنیده بود و با ناراحتی صورت سیاه میکرد، صورت برمیگردون، متواری میشد از قوم. یمسکه علی هون لم یدسه فی التراب، که از روی با ذلت و خواری این دختر رو نگه بداره یا اینکه این رو زیر پای خودش در خاک زنده به گور بکنه. در همچین جامعه ای 2 تا فرزند، 2 تا پسر از دنیا رفتن، علاوه بر این که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در این جمع در این میان ناراحت نشد، جزع و فزع نکرد و نگران نشد، پریشان نشد 2 تا پسر رو از دست داده، چند تا دختر برش مونده فقط، بلکه صبر پیشه کرد، بلکه استقامت پیشه کرد، بلکه دل خوش کرد به دخترانی که در زندگی داشت. اون عزیزانی که فرزند از دست دادن، اون عزیزانی که داغ فرزند رو به دل دارند، بهتر میدونن که تحمل فرزند، تحمل داغ فرزند نه یکی بلکه 2 تا کار آسانی نیست. این هم یکی دیگر از آزمایشاتی بود که در مسیر زندگی مادرمان خدیجه رضی الله عنها قرار گرفت. اون مؤمنین خدیجه رضی الله عنها نه تنها که در زندگی با همسران خودش مورد آزمایش قرار گرفت، با وفات همسر، با طلاق از همسر، در بین فرزندان هم باز 2 تا فرزند رو از دست داد. اما این پایان راه نبود. اینها تازه همه این اتفاقات قبل از رسالت رسول صلی الله علیه و سلم افتاد، یعنی در اون زمانی اتفاق افتاد که هنوز بحث رسالت شروع نشده بود. هنوز رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه از طرف مردم مکه بهترین بود، محمد امین بود، نور چشم همه بود، سردار همه بود و هیچ کسی در فضلش و در بزرگیش و در شأن و مقامش و در احترام با ایشون و در محبت با ایشون کوتاهی نمی‌کرد و منکر این حقیقت نبود در فضایل. با این وجود این مشکلات در مسیر زندگی خدیجه رضی الله عنها قبل از بعثت قرار گرفت، اتفاقات و حوادثی که به وجود آمد. اما گرچه این اتفاقات بود، از طرف دیگه از لحاظ اجتماعی در جامعه مکه مکرمه مشکل دیگه‌ای نبود. از لحاظ فشارهای اطرافیان، از لحاظ نیش زخم اطرافیان یا توهین اطرافیان هیچ خبری نبود، بلکه بهترین ها در مکه و بهترین خانه در مکه مکرمه به اعتراف همه خانه خدیجه و محمد صلی الله علیه و سلم بود که این 2 بزرگوار بهترین زن و بهترین مرد مکه به اعتراف مردم مکه بودند. اما بعد از رسالت تازه مشکلات آغاز شد. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت خودشون رو اعلام کردن، با اون اتفاقی رو که در برنامه گذشته ذکر کردیم، نزول آیات اولیه قرآن کریم برای رسول صلی الله علیه و سلم بود و خدیجه رضی الله عنها خبر شدن، مشکلات و سختی ها تازه شروع شد. چرا؟ کل مردم مکه، سران مکه در مقابل این دعوت ایستادن، دشمنی ها شروع شد. عموی رسول صلی الله علیه و سلم ابو لهب از طرف قرآن کریم تنها کسی که از بین دشمنان، از بین مشرکین مکه نامش در قرآن ذکر شده ابو لهب
انقدر دشمنی کرد با رسول صلی الله علیه و سلم، خودش و خانمش جمیل، که در الله متعال در قرآن بر ضد اونها سوره نازل کرد، بر ضد ابولهب و بر ضد خانمش، سوره لهب، تبت یدا ابی لهب و تب. در این خانواده خدیجه رضی الله عنها 2 تا عروس داشت، 2 تا از فرزندانش، 2 تا از پاره های تنش، 2 تا از دختران بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم، رقیه و ام کلثوم، اینها هر دو عروس ابولهب بودند و جمیل همسر ابولهب مادر شوهر رقیه و مادر شوهر کلثوم بود. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت رو شروع کردن و ابولهب شروع کرد به دشمنی، ابولهب شروع کرد به کینه‌توزی، ابولهب شروع کرد به سنگ‌اندازی در راه دعوت و نفرین کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. وقتی که در کوه صفا دعوت رو شروع کرده بودن که هر دو دست تو خشک باد و سوره بر ضد اون نازل شد و این دشمنی علنی شد، جمیل همسر ابولهب آمد و به فرزندان خودش گفت باید برید و دختران محمد صلی الله علیه و سلم رو طلاق بدید. در یک روز هر دو بانوی بزرگوار از طرف شوهرانشون طلاق داده شدند، رقیه و ام کلثوم رضی الله عنهما. در یک روز طلاق اینها داده شد و به بدترین وجه ممکن با اونها برخورد شد و از خونه اخراج شدند و از خونه بیرون رانده شدند. مادر خدیجه رضی الله عنها علاوه بر مشکلاتی که از طرف دیگران بر رسول صلی الله علیه و سلم رسیده، امروز مشکل جدیدی رو هم باید تحمل بکنه. 2 دخترش طلاق گرفتن، 2 دخترش طلاق داده شدن. بعد از اینکه داغ 2 پسر رو به دل داشت، حالا داغ 2 دختر رو هم باید تحمل بکنه. اما خدیجه رضی الله عنها در این امتحان هم مثل امتحان‌های گذشته محکم ثابت قدم ایستاد، متزلزل نشد، پریشان نشد، نگران نشد، بلکه دختران خودش رو با آغوش باز استقبال کرد و اونها رو دلداری داد و بلکه اونها رو دلداری داد از این که بهتر شد و خوب شد از این که جدا شدن از همچین مشرکی، از همچین مشرکانی، از همچین خاندانی که در قرآن بر ضد اونها نفرین آمده و لعن آمده. و بعد از اون سیدنا عثمان رضی الله عنه، یکی از بزرگان مکه، یکی از خوشنامان شهر مکه، یکی از جوانان رشید شهر مکه، به خواستگاری رقیه رضی الله عنها آمد و ام المؤمنین خدیجه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو به دامادی خودشون پذیرفتن و ازدواج میمون و فرخنده بین عثمان رضی الله عنه و رقیه رضی الله عنها صورت گرفت. اما باز هم این خوشبختی، این شادی زیاد دوام نیاورد. وقتی که هجرت به حبشه شروع شد و مسلمانان شروع کردند به هجرت به حبشه، اولین خانواده‌ای که در راه اسلام هجرت کرد خانواده عثمان رضی الله عنه بود، یعنی رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم و پاره تن خدیجه رضی الله عنها. بعد از وفات همسر، بعد از طلاق از همسر دوم، بعد از وفات 2 پسر، بعد از طلاق داده شدن 2 دختر، هنوز مشکلات هست. اون نفرین هایی که جمیل داشت، اون توهین هایی که جمیل میکرد، اون بدزبونی هایی که به هر حال مردم مکه داشتن بعد از رسالت و حتی جمیل میآمد دم خانه رسول صلی الله علیه و سلم خار میریخت روی زمین، اینها به جای خود حال هجرت، دوری و غربت فرزند رقیه رضی الله عنها هم آغاز شد. هرچند خب درباره هر کدوم از این بزرگواران دختران رسول صلی الله علیه و سلم به تفصیل ان شاء الله باید صحبت بکنیم. این بانوان بزرگوار، این مجاهدانی که در راه دین در کنار برادران مسلمان خودشون تلاش کردند، زحمت کشیدن و در راه هجرت قدم گذاشتن و درس ها دادن برای امت، اونها رو بعداً ان شاء الله به تفصیل راجع به اونها سخن خواهیم گفت. اما هجرت دختر رقیه رضی الله عنها هم باز آزمایش سنگین دیگری بود برای مادری دلسوخته، برای مادری صبور، برای مادری محکم، کوهی از استقامت که پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده بزرگوار رو گرفته بود و اونها رو پیوسته دلداری میداد و یاری میکرد و دلگرم میکرد برای زندگی و مشکلاتی که در مسیر زندگی دارن.
المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از اینکه دختر به حبشه هجرت کرد، دوری دختر رو تحمل کرد تا تمام اون بانوانی که به هر حال فرزندی از اونها دور شده، تا تمام اون بانوانی که اون مادرانی که فرزندی رو به هر حال در غربت دارن یا فرزندی رو از دست دادن یا دخترشون یا فرزندشون در زندگی اول دچار مشکل شده، به طلاق انجامیده یا فرزند به هر حال با وفات همسر در گوشه خانه مانده یا خودشون در زندگی دچار مشکل شدن، فراموش نکنن که بهترین بانوی دوران رسول صلی الله علیه و سلم، بهترین بانوی اسلام خدیجه رضی الله عنها همه این مشکلات رو تحمل کرده بود، همه این سختی ها رو تحمل کرده بود و ما هم باید از ایشون درس بگیریم، از ایشون رنگ بپذیریم و نکنه که ما در زندگی فقط فکر بکنیم که این مشکلات و سختی ها به ما رسیده و فکر در زندگی فقط ماییم که فرزند از دست دادیم، فقط ماییم که فرزند ما به غربت رفته، فقط ماییم که فرزند ما دچار طلاق شده در زندگی خودش و بقیه همه زندگی خوبی داشتن. بلکه بهترین های امت هم هرچه درجه و مقام بالاتری داشتن، مشکلات و سختی هایی که در مسیر زندگی اونها قرار گرفته بیشتر بوده. و علاوه بر این ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها باز در ادامه مسیر در شب ابی طالب که به اون اشاره کردیم، اون 3 سال اون محاصره ظالمانه‌ای که قریش بر بنی هاشم و خاندان رسول صلی الله علیه و سلم تحمیل کرده بودند، در اون سختی ها، در اون 3 سال خشکی، قحطی، در اون گرمای شدید، باز هم دوش به دوش خانواده و بقیه مسلمین سختی ها و مشقت ها رو تحمل میکرد. تمام این موارد فقط یک سری از اون موارد مهم و درشتی که در تاریخ اشاره شده. خب طبیعتاً بسیار از موارد ذکر نشده، بسیار از اتفاقات ذکر نشده، چرا که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها به هر حال در سال دهم، همون سالی که شب ابی طالب به پایان رسید، محاصره در سن 65 سالگی در 50 سالگی عمر رسول صلی الله علیه و سلم 3 سال قبل از هجرت به مدینه از دنیا رفتن و بسیار از این مشکلات و سختی ها منتقل نشد، یعنی فرصتی نبود تا گفته بشه در محافل و اینها منتقل بشه به امت و برسه. اما اون چیزی که واضحه و اون چیزی که آشکاره، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها سخت‌ترین دوران زندگی رسول صلی الله علیه و سلم رو بدون شک 10 سال اول رسالت سخت‌ترین دوران زندگی رسول صلی الله علیه و سلم بوده. در دوران دعوت، در مشکلاتی که در مکه تحمل کردن، سختی هایی که در مکه تحمل کردن، دشمنی هایی که در مکه بوده، سخت‌ترین دوران زندگی رسول صلی الله علیه و سلم رو به همراه ایشون گذروندن و نه تنها سنگ راه رسول صلی الله علیه و سلم در دعوت نبودن، بلکه مانند کوهی استوار از همون اولی که آیات قرآن بر کوه نور نازل شد در غار حرا و رسول صلی الله علیه و سلم از کوه پایین آمدن، به کوه محکمتری، به کوه استوارتری به نام خدیجه پناه بردن و این کوه تا آخر عمر مستحکم و استوار از رسول صلی الله علیه و سلم حمایت کرد. قبل از اون هم در زندگی خودش نلرزیده بود و بعد از اون هم در زندگی بزرگ خودش، در زندگی زرین خودش، در زندگی افتخار آمیز خودش نلرزید و محکم و استوار باقی موند. این فقط یک بودی از زندگی مادر ماست و نمونه هایی از استقامت و صبر مادرمان خدیجه رضی الله عنها در مشکلاتی که در زندگی برای ایشون رسید. بعد از یک میان برنامه بعضی از صفات دیگری رو که قابل توجهه و باید بیشتر مد نظر ما باشه از زندگی مادرمان خدیجه رضی الله عنها با هم بررسی خواهیم کرد. با ما باشید بعد از این میان برنامه. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهادئ
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الله متعال می‌فرماید اگر بندم را با گرفتن دو چشمش آزمودم و او صبر پیشه نمود، در مقابل بهشت را به او ارزانی می‌دارم. ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم در باغ بی در و پیکرم اگر بگیم اغراق نیست، در این بستان بزرگ، در این دریای بی انتها، یعنی صفات مادرمان خدیجه رضی الله عنها. هر چقدر درباره مادر بگیم حقیقتا باز هم حق مطلب ادا نمیشه، اما به هر حال به بعضی از امور فقط ما فهرستوار اشاره میکنیم. بعد از صفت دیگری که بعد از صبر و استقامت و پایداری در زندگی مادرمان خدیجه رضی الله عنها میطلبه که الگو برداری بشه، صفت دیگری که بسیار مهمه و یکی از واقعا شاخصه های مادرمان خدیجه رضی الله عنها است، بحث حکمت، بحث زیرکی، فراست و حکیم بودن این بانوی نمونه اسلام. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها از فهم و درک بسیار بالایی برخوردار بودن. اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته اون موضوع گیری رو که درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم در نقل قول از جبرئیل امین علیه السلام داشتن، وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که ای خدیجه، جبرئیل به تو سلام میرسونه از طرف الله متعال. الله سلام فرستادن برای شما به وسیله جبرئیل. خدیجه رضی الله عنها مادرمان فرمود ان الله هو السلام و منه السلام و علی جبریل السلام و علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. خود این جواب نشانه فقه و درک و حکمت بالای مادرمان خدیجه رضی الله عنها بود که نفرمود بر الله هم سلام، چون میدونست که تمام منشأ سلام و صفت سلام برای الله تعالی است و این خودش یک از صفات الله تعالی است. ان الله هو السلام، فرمود الله سلام است و سلامتی از الله سرچشمه میگیره. همه سلامتی ها و سلام برمیگرده به الله متعال و بر جبرئیل علیه السلام هم سلام و بر شما یا رسول الله و رحمت الله و برکات الله بر شما باد. علاوه بر این، در هنگامی که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در سن 25 سالگی از همسر دوم طلاق گرفتن، شبی خواب دیدن که ماهی در شهر مکه فرود میاد و در خانه ایشون این ماه فرود میاد و از این خانه پخش میشه به جاهای دیگه و در کل شهر مکه همه جا رو روشن میکنه و اطراف مکه رو. بعد از اینکه این خواب رو دیدن، به پسرعموی خودشون نوفل رفتن پیش اون و ورقه ابن نوفل پیش اون رفتن و ذکر کردن. عالمی بود که به هر حال در داستان وحی هم ذکر کردیم، داستان وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات اولیه نازل شد پیش این شخص رفتن. یکی از علمای ادیان گذشته بود که کتاب‌های به هر حال ادیان سماوی رو مطالعه کرده بود و اطلاعاتی داشت درباره پیامبر خاتم و به هر حال علومی رو در اختیار داشت که بسیاری از اهل مکه در اختیار نداشتن. پا به سن گذاشته بود اما بسیار مردی حکیم و دانشمندی آگاه بود. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها این خواب رو پخش نکرد، علنی همه جا نیامد بگه من چه خوابی دیدم، رفت پیش اهل فنش. خیلی از موارد رو ما نباید تا میشنویم خوابی تا میبینیم همه جا پخش بکنیم، همه جا بیایم و علنی بکنیم. باید به اهل فنش سپرد، مسائل رو پیش اهل فنش باید مطرح کرد. و رفتن پیش ورقه ابن نوفل و این رو ذکر کردن. ورقه در جواب در تعبیر این خواب گفت که شما با این معناش اینه که با پیامبر خاتم ازدواج خواهی کرد. تعبیر این خواب اگر خواب درستی باشه اینه که پیامبر خاتم همسر شما خواهد شد. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها حالا سوال پرسید که صفات و ویژگی‌های این همسر، این پیامبر خاتم چیه؟ شروع کرد
ورقه اول گفته خب حالا شما سخت نگیر، به هر حال این یک خوابه، حالا صحت و سقمش هم اونقدر مشخص نیست. گفت حالا اون پیامبر چه ویژگی هایی داره؟ شروع کرد که ایشون امینه، ایشون چوپانی کرده، ایشون تجارت میکنه، ایشون به صداقت داره، ایشون همچین فضایلی داره و فضایل مختلف رو از ایشون بیان کرد. و از اون روز به بعد ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها این صفات رو در ذهن داشت و کسانی که به خواستگاری ایشون می اومدن بسیاری از اشراف رو جواب رد میداد، چون این صفاتی رو که شنیده بود در وجود اونها نمیافت، این صفات رو در وجود اونها نمیدید و از همون روز به این امید و برای این شخص آمادگی میگرفت و به دنبال اون میگشت، تا اینکه در یک از روزها، روز عید، در کنار کعبه به هر حال نشسته بودند در جمعی از بانوانی که در مکه مکرمه بودند و یکی از علمای یهود آمد و شروع کرد به صحبتی، خطاب قرار داد زنان مکه رو، بانوانی که در مکه بودند و گفت یا معشر نساء قریش، ای زنانی که در قریش هستین، ای بانوانی که در قریش هستین، زمان ظهور پیامبر خاتم نزدیک شده. هر کسی که میتونه همسری بشه برای اون پیامبر در این سرزمین تلاش بکنه. این جمله رو وقتی که شنید اون مؤمنین خدیجه رضی الله عنها در جمعی که نشسته بود، اون صحبت‌هایی هم که قبلا از ورقه بن نوفل به خاطر داشت، اینها رو داشت تأکید میکرد و تایید میکرد این صحبت‌ها رو. اما خب باز هم زیرکی و حکمت ایشون اجازه نمیداد که بلند بشه و بدو بره پیشش، من همچین خوابی دیدم، این صفات رو من بگید، کی میتونه باشه، من دوست دارم که اون همسر باشم. پیش خودشون فعلا سکوت کردن، دور بری‌ها دارن نظر میدن، بررسی میکنن، یکی گفت این دیوانه شده، یکی گفت که این انسان یکم تو رو هوا داره حرفایی برای خودش میزنه، و تا اینکه به هر حال از رئیس محفل، بانویی که در بین محفل از همه بزرگتر بود، پرسیدن نظر شما چیه؟ ایشون فقط اشاره کرد، نگفت من خوابی دیدم، من منتظرم، من دنبال همچین شخصی دارم میگردم از قبل، نه، فقط فرمود ما از این شخص تا به حال دروغی نشنیدیم و بدی ندیدیم. این جریان گذشت بعد از مدتی تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیشنهاد میسره غلام خدیجه رضی الله عنها که صداقت و امانت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیده بود، به عنوان یکی از افراد، یکی از کسانی که در کاروان تجاری بیاد و مسئولیت‌هایی رو به عهده بگیره و اموال تجاری خدیجه رضی الله عنها رو به عهده بگیره و شروع بکنه به معامله و در یک سود به هر حال شراکتی داشته باشه، پیشنهاد شد به خدیجه رضی الله عنها. در اون زمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هنوز فکر نمی‌کنه که این شخص همون شخص خواهد بود. از روی صداقت و امانتی که داشت پیشنهاد داد و گفت من به شما 2 برابر کسانی که مزد میدادم به خاطر صفاتی که از شما شنیدم، تعریفایی که از شما شنیدم که در کاروان من مشارکت بکنید، که خب این رو اشاره کردیم در داستان برنامه گذشته. تا اینکه داستان اتفاق افتاد و سفر به سمت شام صورت گرفت و رفتن به سمت شام و در شام میسره روزی یکی از عالمای یهودی که در اون منطقه بود آمد و میسره رو صدا کرد، از قبل رفت آمد داشتن میشناخت و گفت این شخصی که زیر این درخت استراحت میکنه کیست؟ گفت محمد ابن عبدالله از قریش. گفت این از همون شهری است که بیت عتیق اونجاست، یعنی کعبه مکرمه. گفت بله از همون شهره و اونجاست و سوالاتی درباره ایشون پرسید. میسر تعجب کرد. چطور؟ گفت این شخصی که زیر این درخت خوابیده نبی است، یقینا این باید یک نبی باشه، نبی آخر این شخصه. و ما در کتاب‌های گذشته، در ادیان گذشته، سماوی گذشته اشاره شده که این شخص میاد، شخصی میاد از قریش، از عتیق، تاجر، میاد اینجا و به امانت و صداقت مشهوره و میاد زیر این درخت استراحت میکنه و این پیامبر آخر خواهد بود. و من دیر وقتی منتظرم چنین شخصی هم با این صفات. اینها رو به هر حال میسره هم شنیده بود و زیاد اهمیتی نداد و بعدها جریانات دیگر رو دید. سایه پشت بالای سر ایشون همینجوری داره در مسیر در گرما داره همراهی میکنه ایشون رو. و بعد از بازگشت اینها رو آمد و به خدیجه رضی الله عنها گفت. علاوه بر اینکه سود زیادی کرده بودن، وقتی خدیجه رضی الله عنها این صفات و این خبرها رو میشنید که اون یهودی هم همچین حرفی زده، اون خوابی که ایشون دیده بود، اون تعبیری که ورقه ابن نوفل کرده بود و بعدا اون صحبتی که یهودی در کنار کعبه داشت و امروز این یهودی در شام صحبت از نبوت و بشارت به نبوت همچین پیامبری میده، اینها رو همه رو هنوز در دل داره، به هنوز جایی بیان نکرده و فقط علاقه و محبت روز به روز نسبت به این شخص بیشتر شد تا اینکه
باز هم با نفیسه یا نفیسه به تعبیر صحیح تر، یکی از بانوانی که در مکه مکرمه بود مشورت کرد و این علاقه و محبت رو در میان گذاشت و خودشون هم مستقیما وارد نشد. باز هم این هم دلیل دیگری بر حکمت ایشونه و فهم و درک بالای ایشون که به هر حال در اون جامعه اونوز عرب برای یک زن خیلی عیب بود که بره و خودش خواستگاری بکنه از یک مردی، کسی رو واسطه کرد تا رسول صلی الله علیه و سلم رو مطلع بکنه، نظر ایشون رو جویا بشه و اون نفیسه هم طوری برخورد کرد که گویی انگار خود رسول صلی الله علیه و سلم رو فقط داره در جریان میگذاره و خدیجه مطلع نیست و میخواد پیشنهاد بده تا خود رسول صلی الله علیه و سلم این جریان رو شروع بکنن و به هر حال این اتفاق افتاد و این ازدواج فرخنده و میمون صورت گرفت. این هم همه اینها دلایل و نشانه‌هایی است بر حکمت و فراست و به هر حال درک بالای این بانوی بزرگوار اسلام و موقف‌هایی که به هر حال در ابتدای حتی نزول وحی داشت، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و به خانه آمدن و پریشان و نگران و ایشون از رسول صلی الله علیه و سلم با متانت و وقار و آرامش استقبال نمود و همراه ایشون پیش ورقه ابن نوفل رفتن. اون جملاتی که برای ایشون در اون زمان گفت وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که من احساس خطر میکنم برای خودم، که فرمود که من قسم به ذات الله که الله شما رو هرگز خوار نخواهد کرد، شما دارید صله قرابت خویشاوندی رو برقرار میکنید، شما صداقت در گفتار دارید، شما به مسکینان و بی نیازمندان رسیدگی میکنید، شما به میهمانان رسیدگی میکنید، پذیرایی میکنید، میهمان رو گرامی میدارید و صفاتی رو که بیان کرد. اینها همه دلیل بر حکمت و فراست و شناخت والایی داشت که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه و سلم داشتن و طبیعتا خب اینها هم به سادگی حاصل نمیشد، بلکه ثمره زندگی 40 ساله و بلکه 50 ساله ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها تا قبل از اون زمان بود. و بعد از این حتی همراه شدن با رسول صلی الله علیه و سلم به پیش ورقه ابن نوفل رفتن، همون ورقه ابن نوفلی که بشارت داده بود برای اینکه تو همسر پیغمبری خواهی شد، امروز نمونه عینی رو داشت میدید و امروز اون خواب تعبیرش رو داشت میدید. علاوه بر این صفات دیگری که ما میتونیم یعنی فقط بعضی از اونها رو اشاره میکنیم، فقط یعنی صفات انقدر زیاد هستن، همونجوری که جلوتر اشاره کردم هر چقدر ما درباره ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها صحبت بکنیم بازم حق مطلب رو ادا نکردیم. یکی از صفات دیگری که بسیار بارزه در زندگی ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، علل خصوص در هنگام زندگی مشترک 25 ساله با رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت ایشون نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبتی که همراه با بخشش، همراه با فداکاری هاست و این محبت از همون روزهای اولی که رسول صلی الله علیه و سلم در مکه به هر حال سر زبان ها افتاده بود، اون آوازه و اون صفاتی رو که در خواب نتیجه و تعبیر خواب ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بود در وجود داشت، این محبت از اونجا ایجاد شده بود و روز به روز بیشتر میشد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول زندگی 25 ساله با ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها یک روز از دست ایشون ناراحت نشدن. یک روز ام المؤمنین کاری نکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم آزرده خاطر بشن و ناراحت بشن و یا پریشان باقی بمانند. این حکمت به همراه اون محبت در داخل خانه چنان فضای گرمی رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد کرده بود که این محبت ماندگار بود تا آخرین روزهای حیات رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو فراموش نکردن، اون شخص رو فراموش نکردن، اون محبت ها رو فراموش نکردن. نمونه های از اینها رو اگر بخوایم فقط ذکر بکنیم، روزی کنیزی آمد، در حال خادمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن به تعبیر بهتر، آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله، شخصی آمده، خانومی آمده و شما رو صدا میکنه و میگه من حلیمه. حلیمه همون مادر رضاعی رسول صلی الله علیه و سلم بود که در ایام خردسالی در طائف ایشون رو شیر داده بود و وقتی این خبر رو شنیدن سری بلند شدن، بسیار خوشحال شدن و گفتن مادرم آمده. و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها خب زیاد در جریان نبودند، ولی این که شنیدن لفظ مادر و رسول الله صلی الله علیه و سلم انقدر مشتاق شدن، حرکت کردن، رفتن و مادرشون حلیمه رضی الله عنها را
دعوت کردن و آمدن نشستن کنارشون، عبای خودشون رو پهن کردن عبا به این معنا بود کسی که یعنی اوج احترام رو نسبت به یک شخصی داشت، عبای خودش رو پهن میکرد، اون لباس به هر حال روی لباس ها میپوشیدن، پالتوی بلندی که داشتن به شکل پالتوهای امروزی، عبایی رو که داشتن میانداختن تا کسی روی اون بشینه. این نشانه اوج محبت و احترام نسبت به یک شخص بود. وقتی که این موضوع رو دیدن ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم دست ایشون رو، دست حلیمه رو بر سر مبارک میگذاشتن و میکشیدن و سر مبارک خودشون رو بر شانه مادرشون حلیمه رضی الله عنها میگذاشتن. این محبت ها رو وقتی میبینن مادر خدیجه رضی الله عنها نه تنها نسبت به مادر شوهر خودش خدایی نکرده دید بدی پیدا نمیکنه، نه تنها این حسادت ایجاد نمیشه، نه تنها تاب تحمل رو نداره، بلکه بسیار خوشحال میشه، تا جایی که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت حلیمه قصد دارن که به هر حال خانه رو ترک بکنن و برگردن به سراغ زندگی خودشون، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ایشون مقداری از مالی رو که داشتن این طرف اون طرف جمع آوری میکنن تا ایشون بدن تا دست خالی برنگردن. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول کردن که رسول الله کمی صبر بفرمایید، کمی تحمل بفرمایید، من 40 تا گوسفند آماده کردم، اینها رو هم بدید به مادر تا با خودشون ببرن. این محبت، چون میدونن که رسول الله صلی الله علیه و سلم این بانو رو چقدر دوست داره، چون میدونن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر محبت داره بهشون و محبت به مادر شوهر محبت به خود انسانه. اون عزیزانی که نسبت به مادر شوهر خودشون خدای نکرده دید مثبتی ندارن و چشم دیدن ندارن، خدای نکرده بعضی جاها، محبت نسبت به مادر شوهر محبت به نسبت به خود انسانه. انسان وقتی که به مادر شوهر محبت بکنه، محبت همسر رو، محبت شوهر رو جلب کرده بیشتر و چه بسا که همین معامله بعداً با ما خواهد شد. فرزند ما هم اگر پسر ما بعداً ازدواج کرد، ما هم مادر شوهر عروس خودمون هستیم و عروسمون فردا همین معامله رو با ما خواهد داشت. علاوه بر اینکه به هر حال ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها 40 تا گوسفند رو آوردن و دادن که شما این رو هم بیاید و در این مالی که دارید اضافه بکنید و مادر تقدیم بکنید. اینها فقط فهرستوار بخش کوچکی از اون اتفاقاتی است که در زندگی ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها افتاده و محبت ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها نسبت به همسر بزرگوارشون تا آخرین روزهای حیات، وقتی که 65 سال سن مبارک ایشون بود و 50 سال سن مبارک رسول صلی الله علیه و سلم، ذره‌ای کاسته نشد. و این موضوع رو من حالا دلم نمیاد حقیقتا به همین جا به پایان برسونم، چون وقت ما داره به پایان میرسه و بعضی از صفات و ویژگی هایی که در باره زندگی ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها است و بعضی از شبهاتی که مطرح شده درباره ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با مادرمان خدیجه رضی الله عنها و شبهاتی که کلا درباره دیدگاه اهل سنت نسبت به مادر خدیجه رضی الله عنها است رو انشالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و حقیقتا ما باز هم معترفم که ما در برابر بیان جایگاه مادرمان خدیجه رضی الله عنها عاجزیم و قاصریم و کوتاهی کردیم و جا داره که باز هم بیشتر صحبت بکنیم راجع به این بانوی نمونه اسلام و بیشتر آشنا بشیم با مادرمون خدیجه رضی الله عنها، همسر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم، کسی که وزیر داخل خانه رسول صلی الله علیه و سلم بود و محبتش نه تنها رسول صلی الله علیه و سلم بلکه سایر افراد خانواده رو هم متأثر کرده بود، من جمله زید، تنها صحابی که در خانه رسول صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد و تنها صحابی که نامش در قرآن ذکر شد. تعبیر صحیح تر از میان کسانی که در مکه بودن و در مدینه بعد از اون تنها یک نفر زید نامش در قرآن کریم ذکر شد و اون هم غلامی بود که پسر برادرزاده خدیجه رضی الله عنها حکیم ابن حزام به عمه خودش هدیه داده بود و بعد ایشون رو ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها و رسول صلی الله علیه و سلم هدیه دادن که داستان اون حالا داستان مفصلی است و محبتی که نسبت به ایشون بود در برنامه بعد ان شاء الله با هم مرور خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید با برنامه خودتون ممنون و سپاسگزار و امیدواریم که بتونیم گامی برداریم در راه شناخت بیشتر مادران خودمون، مادران مؤمنین و بانوان بزرگ صدر اسلام، تا بتونیم بهتر از اونها پیروی بکنیم، برای خصوص خواهران ما، مادران بزرگوار ما بدونن که ما سرمایه هایی داریم که واقعا شایسته ترن برای الگو برداری از اون افراد و شخصیت هایی که متاسفانه امروزه به عنوان الگو
در جامعه معرفی میشه و جز فسق و فجور از اونها چیز دیگری مشاهده نشده و تاریخ چیزی جز اون رو از اونها سراغ نداره. امید آن روز همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. شاد و خرم و پیروز باشید. Oh